سلام دانشجویان عزیز، موضوع امروزه ما سیستم مدل‌های ایراسیونالی میباشد. سیستم مدل‌های ایراسیونالی پیش از موضوع گذشته ما باید دانیم که سیستم مدل‌های ایراسیونالی چیست. دانشجویان عزیز ببینید در اینجا اومده است ریشه از x جمع ریشه از y برابر چی؟ 5. در اینجا باز اومده است 4 ریشه از x مینوس 2 ریشه از y برابر 8. دانشجویان عزیز ما در اینجا برابر قوه میکنیم. ریشه از x برابر ارگان a میگیریم، با a اشاره میکنیم. در اینجا باز میگیریم ریشه از y برابر b میگیریم. اکنون ما اشاره کردیم ریشه از x برابر a گرفتیم، ریشه از y برابر b که ریشه کوادراتی است. در اینجا ریشه از x ما ریشه کوادراتی است، ما از کوادرات آزاد شدن ما دو طرف چی با کوادرات میبریم. برابر قوه ریشه از x در کوادرات برابر a در کوادرات. ما ببینید در اینجا هم ریشه از x در کوادرات برداشتیم، هم چی در کوادرات. ببینید در اینجا ما ریشه از y در کوادرات میبریم. ریشه از y در کوادرات برابر چی b در کوادرات. ما وقتی که برای چی در کوادرات برداشتیم، برای اون در کوادرات برداشتیم که ریشه کوادراتی است، ما هر دو طرفی برابری چی کوادرات میبرداریم از طریقی که از ریشه کوادراتی چی آزاد شویم. که فرم x نشانه ریشه از x ببینید در درجه 1 تقسیم 2 میبرداریم، باز در کوادرات برای چی یک تقسیم 2 بر درجهش برداریم، چون که ریشه کوادراتی است. از روی فرمول و درجه برداری اگر ما گیریم ریشه از a باشد درجهش n باشد برابر ریشه n a درجهش چی n a در درجه n تقسیم چی n میشد. ما از روی این خاصیت چی از ریشه آزاد کردیم برابر a در کوادرات. اکنون ریشه y هم با مانند ریشه از x چی در کوادرات میبرداریم. ریشه از x که با مانند x نشانندش 1 تقسیم 2 میبرداریم، y درجهش 1 تقسیم 2 در کوادرات برابر b در کوادرات برابر قوه. در ما درجه چی ضرب میزنیم، یعنی دو کره 1 2 یا با 2 تقسیم کنیم چی میشد یکتایی میرسد. یا میتوانیم در اینجا ما عدد 2 یک خطی 2 اختصار کنیم، یعنی در اینجا میشد x برابر a کوادرات، باز میشد y برابر b در کوادرات حاصل شد. اکنون ما در این حالت میتوانستیم ریشه از x برابر a اشاره کنیم و خلاص، چون که ریشه در هر سیستم مدل‌ها فقط ریشه از x و ریشه از y داریم. برای فهمان‌تر شدن ما توانستیم و شما همیشه نمود رو چی پیشنهاد کنیم. اکنون برابر قوه میشود ریشه از x ما با a برابر بود جمع ریشه از x ما با b برابر بود برابر چی 5. اکنون ریشه از x ما برابر است با 4 ضرب a مینوس 2 ضرب ریشه از x ما برابر شد بر b برابر 8. بر قوه سیستم مدل یکم ما می نویسانیم a جمع b برابر 5 میشه. در اینجا 4 کره a 4a مینوس 2 کره b 2b برابر 8 حاصل میشه. ما در این حالت میتوانیم از با طرز گزارش استفاده بریم. سیستم مدل ها رو باشد، سیستم مدل حاصل شده رو باشد، ما با طرز چی گزارش حساب میکنیم. a جمع b برابر 5. از سیستم مدل حاصل شده مدل یکم رو نویسانیم a جمع b برابر 5. اکنون ما در این حالت میتوانیم یا a یا b یا چی
ب حساب کنیم. اگر یابیم برابر 5 مینوسی ب حاصل میشه. چون که پلوسی ب از برابری گذرانیم، مینوسی ب حاصل شد. اکنون در این حالت ما میتوانیم به جای ای معادله دوم چی گذاریم؟ ببینید در اینجا حاصل میشد، در اینجا چنین حاصل کرده میتوانیم 4 ضرب ای ما حاصل شد 5 مینوسی ب و مینوسی 2b برابر 8 حاصل شد. اکنون ما میتوانیم در اینجا معادله چی عادی شد، ما حل مینماییم. این معادله ذهنی رو باشد با طرز قانون قاعده خلق‌گشایی استفاده میبریم. 4 کره 5 20 مینوسی 4 کره b 4b مینوسی 2b برابر 8 حاصل شد. یعنی اعضای نامعلوم رو مینوسی 4b مینوسی چی 2b مینوسی 4b مینوسی چی 2b برابر 8 مینوسی چند 20. اکنون در اینجا حاصل شد مینوسی 4b مینوسی 2b. از روی قانون قاعدهش استفاده میبریم. مینوس کره مینوس پلوس میشد، هر دوش جمع میکنیم، علامت عدد کلانترین چی میگذاریم. یعنی مینوس و مینوس پلوس جمع میکنیم، 4b جمع 2b میشد 6b، علامت عدد کلانترین در اینجا چی مینوسه چی میگذاریم. برابر در 8 مینوسی 20 هم همین حالت چی رخ میدهد. از عدد خردترین عدد کلانترین گرفته نمیشه، از عدد کلانترین عدد خردترین میگیریم، علامت عدد کلانترین چی میگذاریم. یعنی از عدد 20 8 طرح میکنیم، از 20 8 گیریم با 12 برابر است، علامت عدد کلانترینش چی مینوسه میگذاریم. در اینجا ب برابر مینوسی 12 تقسیم مینوسی چند 6 حاصل شد. اکنون ببینید مینوس کره مینوس قطعی مینوس چی ما تقسیم کنیم به پلوس تبدیل می‌یابد. یعنی ب برابر 12 به 6 تقسیم کنیم دو تاگی حاصل میشه. اکنون ببینید در اینجا ب ما به عدد 2 چی برابر شد. ما معادله یکم را چی گزارش کرده بودیم، ا برابر 5 مینوسی ب حاصل شد. در اینجا ما قیمت ب چی معلوم کردیم، میگذاریم به جای ب عدد 2 میگذاریم، قیمت چی ا حاصل میشه. یعنی ا برابر 5 مینوسی ب ما عدد 2 حاصل شد. 5 مینوسی 2 برابر چند برابر 3 حاصل شد. اکنون ما گفته میتوانیم که قیمت ای ما با عدد 3 برابر شد، قیمت ب ما چی با عدد 2 برابر شد. اکنون میگذاریم به حالت یکم. در حالت یکم ما ریشه از x برابر ا حاصل کردیم، ریشه از y که برابر چی ب حاصل کردیم. اکنون قیمت ای و ب حاصل شد، با جای ای و ب قیمت های میگذاریم. ریشه از x برابر ای ما حاصل شد با عدد چند با عدد 3. اکنون ریشه از y برابر ب ما حاصل شد با عدد چند 2 حاصل شد. اکنون موافق قانون قاعده ای که ما از عدد ریشه آزاد کردیم، از روی قانون قاعده علمی چی استفاده برده میتوانیم. یعنی ریشه از x ما میبردیم، x در چی 1 تقسیم 2. در این حالت ما میتوانیم هر دو طرف برابری موافق در مثال بیان کردنمون، ما میتوانیم هر دو طرف برابری چی به کوادرات برداریم. برای چی به کوادرات میبریم؟ برای اون که معادله یکم ما ریشه از x است، معادله کوادراتی است، ما به درجه کوادرات میبریم. اگر
معادله درجه 3 یا 4 میشد، با درجه اگر 3 میشد با درجه 3 میبرداشتیم. اگر با درجه معادله درجه 4 میشد ما با درجه چند 4 میبرداشتیم، چون که معادله کوادراتی است. برای همین هم ما بر کوادرات میبریم. ما ببینیم ریشه از x برابر 3 ریشه از x در کوادرات برابر 3 در کوادرات. y کم همیشه ریشه از y در کوادرات برابر 2 در کوادرات. برای این حساب کردن ما در معادله یکم اشارهش رو چه حساب کردیم، اما ما میتونیم حساب کنیم. اگر یک باره حساب کنیم ما ببینید x درجهش 1 تقسیم 2 میشد، همین 2 قطعی ریشه از x اختصار میشد. ما ببینید ما در جمع و تر اصلاح میگویم، ضرب تقسیم به چی؟ اختصار. در اینجا چی مون؟ x مون برابر 3 در درجهش 2 با عدد چند 9 برابر شد. این کم همیشه کوادرات قطعی ریشه کوادراتی میرد، y برابر چند 2 در کوادرات بردیم با 4 برابر میشود. حالا در اینجا ما گفته میتونیم که جواب ما جواب 9 و 4 است. ببینید اونجا ندید جواب 9 و 4 برآمد. باز ما در سنجش میگذاریم که هر دو طرف چی برابری تشکیل میکند یا نه. سنجش تمام ریشه x ما جوابش برآمد عدد 9 می نویسانیم. جمع ایری که ما جوابش برآمد عددی چند 4 ریشه از 4 برابر چند 5. اکنون در سیستم دویم معادله 4 ضرب ریشه x ما برآمد جوابش 9 مینوسی 2 ریشه ایری که ما جوابش حاصل شد به عدد چند 4 برابر 8 حاصل شد. معادله میبینیم که هر دو طرف چی برابری تشکیل میکند یا نه. اگر در معادله ما برابری تشکیل داد پس جواب ما چی درست است. از تحت ریشه 9 از برابر خوبه باز سیستم میکنه، از تحت ریشه 9 3 میبرد، چون که 3 کرده 3 به عدد 9 برابر است. اکنون سوال به میان میبیاد که چخیل از تحت ریشه 9 عددی 3 حاصل شد. ما این طور می‌نویسیم. از روی فرموله اگر گیریم ریشه درجه n a درجهش n برابر a نویسیم m تقسیم n حساب کنیم. اگر ریشه از 9 ما میبراید 9 در درجهش چند 1 تقسیم 2. من این درجهش 1 درجه این 2 است، چون که ریشه کوادراتی است. همین کوادرات چی مونده نشده. برابر عدد 9 ما با ضرب‌کننده های ساده جدا میکنیم، با 2 تقسیم میکنیم. 9 با 2 تقسیم چی نمیشه، با عدد 3 تقسیم میکنیم. 9 با 3 تقسیم میکنیم 3 تاگی میشه، چون که 3 کرده 3 با عدد 9 برابر است. باز در این جامعه توانیم باز با 3 تقسیم میشد. سوال به می بیاد که برای چی با 3 تقسیم میشد؟ برای اون که 3 عددی ساده است، تنها به خودش و به 1 تقسیم میشود و چی خلاص. در موضوع پیشتر من با متد قلب ایروتسیبین من برآوردن عدد ساده چی از قلب گذرانیده بودم. چی طور عدد ساده چی جدا کردن ممکن است. 3 به 3 چند تاگی 1 تاگی میرسد. برابر این در اینجا 2 تا 3 است، می نویسیم 3 در کوادرات. نشان دهندش چی؟ نشان دهندش 1 تقسیم 2 برابر. اکنون در ضرب کسرا ما صورت با صورت ضرب میزنیم، مخرج با مخرج. لیکن در اینجا 2 قطعی 2 اختصار میشد، میماند 3 درجهش 1 برابر چند 3. ما در اینجا حاصل کردیم که شخل از تحت ریشه 9 3 برآمد. ما اثبات کردیم
یعنی ما میتوانیم در اینجا دل خواه ریشه کوادراتی ترک برآورده نشه ما میتوانیم همین خیلی چی اجرا کنیم عدد 4 هم همین خیلی استفاده برده میشه جمع از طرف ریشه 4 2 میشه چون که 2 کره 2 با عدد 4 چی برابر است برابر 5 باز 4 ضربی از طرف ریشه 9 3 میبراید مینوس 2 ضرب 2 از طرف ریشه 4 چی 2 حاصل شد برابر 8 باز برابر قوه میکنیم 3 جمع 2 با عدد 5 برابر است برابر 5 هم نمیسونیم 4 کره 3 12 مینوس 2 کره 2 4 برابر 8 باز برابر قوه 5 برابر 5 حاصل شد از 12 4 گیریم 8 حاصل میشد برابر 8 اکنون دانشجویان عزیز ببینید در اینجا ما هر دو طرف چی برابری تشکیل داد پس گفته میتوانیم که جواب ما چی درست است